چی شده؟ مادر خوندم میخواد انتقام سش شدن دخترش از من بگیر. چه آفته؟ حالا این طلسم آفت رو چجوری باید بشکنی؟ باید شیشه عمرشو بشکنی. به این سادگی نمیشه شیشه عمر آفت رو به دست آورد. بچه که بودم بابا بزرگم میگفت یه آقایی هست به نام بابا ابریشمی، گفت اون تنها آدمیه که از جای شیشه عمر دیوا خبر داره. حالا این بابا ابریشمی کجاست؟ آخرین بار شنیدم تو شهر لیلیپوت هست. اگر میخواین نشونه بابا ابریشمی رو بهتون بگم، ایشون باید با تنها پسر من عروسی کنه. جمع کن بینم شما. اینم عروس خانم خوشگل من. ولی ببخشید پدر، من مجبورم با تصمیم شما مخالفت کنم. خب حالا که دیدین پسرتون خودش مخالفه، میشه ارجنگو از این وضعیت در بیارین؟ شما باید پسرمون راضی کنین. شرط اول آخر من اینه. راه دیگه هم وجود نداره. ازدواج شما دوتا، همین. من اینجا وای نیستم. سلام. به شما کی اجازه داد وارد اتاق من بشید؟ بابات. ظاهرا این ازدواج خیلی براش مهمه. بهتون پول داده که این کارو با من بکنه؟ واقعا فکر کردی من اینقدر احمقم که آینده‌ام به پول بابای تو بفروشم؟ پس برای چی دارید این کارو با من میکنید؟ برای اینکه مجبورم. من دنبال پدر و مادرم میگردم. بابای تو نشونه یه نفر رو داره که میتونه کمکم کنه پدر و مادرم پیدا کنم. حالا این شرط رو گذاشته که با شما ازدواج کنم. تا ازدواجم نکنم اون نشونی رو بهم نمیده. منم پدر و مادرم از همه چیز واسم مهمتره. پس مجبورتون کرده این کارو با من بکنید. همونجوری که میخواد منو مجبور کنه. دقیقاً. با محسناتی که شما دارید باید آرزوی هر پسری باشه با شما ازدواج کنه. ولی من یکی دیگر رو دوست دارم. عاشق یه نفر دیگه. فکر میکردم بابام این موضوع رو میدونه. حتی فکر میکردم اونو برداشته بوده. وگرنه قصد بی احترامی کردم به شما رو نداشتم. معذرت میخوام. خواهش میکنم. همین خانم است؟ بله. چقدر به هم میای؟ ممنون. حالا چه راهی میتونی پیدا کنی که هر دومون از این راه نجات پیدا کنی؟ باید یکم فکر کنم. شما برید پیش پدرم، من تا چند دقیقه دیگه میام پیشتون. باش. چی شد؟ تقریبا راضی شد. خدا رو شکر. مبارکه. فقط باید بهش زمان بدین تا با این مسئله کنار بیاد. وقت میدم 10 دقیقه بهش وقت میدم. خیلی خوب 15 دقیقه که مثلا فکر نکنه ما عجله داریم. میتونم ارژنگو ببینم؟ بفرمایید اینجا قصر خودتونه. ممنون. بفرمایید. خوبی ارژنگ؟ بدتر از این نمیشم. بذار دستامو ول کنم، قصر رو سر این کوچولخان خراب میکنم. خودت چطوری؟ منم مثل تو هم. با پسر صحبت کردم، ماجرا رو بهش گفتم. خب بعد چی گفت؟ شفاهن قبول کرد. گفت که عاشق یه دختر دیگه است. خوبه که، ولی کار اون در اومده است. نگران نباش، من درستش میکنم. یه رب شد بریم؟ حالا که همه چی خوب داره پیش میره، میشه ارژنگو از این وضعیت در بیارین؟ به شرطی که آروم بشینه تکون نخوره تا من بگم. قول میده. قول دادم. چشاتم چپ شده. آره میدونم هست. یادت باشه تکون بخوری باز میچسبونمت به دیوار. نه قول دادم. فقط میدونی توی مدتی منو بسته بودین خیلی گوشم شده. میشه یکم خوراکی بهم بگین بخورم؟ الان میگم. بفرمایید. مواظب باش. کم دیگه نگرم داشته بود چشم چپ مونده بود.
نیست. اردشیر در چرا بازه؟ اردشیر فرار کرد. همش تقصیر توه. فکر کردی اگه فراریش بدی من از شرطم میگذرم؟ کور خوندی. باور کنید من فراریش ندادم. به من گفت برو من الان میام. و تو باور کردی. شما باور نکردی؟ من گول حرفای تو رو خوردم. من هرچی گفتم حقیقت بوده، گولتون نزدم. میری پیداش میکنی و سر عقلش میاری. اگر راضی شد با هم میاییم، وگرنه نشانی بابا ابریشمی رو مگر تو خواب ببینی. ضمناً این دوست تو اون موقع گروگان منه. اردشیر رو ندیدی؟ نه قربان. کجا؟ پسره کجا؟ ببینم پسرمو ندیدی؟ خیلی قربان ندیدم. پسرمو ندیدی؟ کی؟ اردشیر؟ چرا؟ اردشیر؟ نظر شوخی کردم. میگم پیرکوچر خان گفتیم برای من غذا بیارن، این کارگراتون کوفتم کف دست ما نذاشتن، از اون موقع تا رو مردیم گشنگی. اینه رسم مهمون نوازی تو. گفتم شوخی که یه لوس فقط به فکر شکمش. این پسر کجا رفت؟ تقدیرنامه، لوح تقدیر، حکم قهرمانی. خب منم بچه بودم کلاس دوم معلممون بهم صدآفرین داد. خیلی هم خوب بود. شاهنامه فردوسی؟ خونده اینو؟ شاهنامه به نثر؟ واه، واقعا؟ یه داستانه، مگه شاهنامه شعر نیست؟ دکتر کیه؟ واه. اصل تو تا حالا این کتاب شهربانو رو دیده بودی؟ آره، پارسال از طرف مدرسه به خواهرجون جایزه دادن. اینم جایزه گرفته؟ خب حالا یه چیزی، مگه شاهنامه شعر نیست؟ چرا؟ مگه آقای فردوسی ننوشته؟ چرا؟ خب پس این کتاب چیه؟ این کیه؟ تو این سالا یه عده نویسنده اومدن داستانای شاهنامه رو به نثر تبدیل کردن که مردم بتونن راحت‌تر بخونن. چه جالب. آره. چیه؟ خودم میدونستم همشو. میخواستم ببینم تو بلدی یا نه. آفرین. در ضمن الفت خانم کتاب خواهرجون رو برداشتی بیاد ببینه ناراحت میشه. کلفت خانم شما لباساتو پهن کن. اصلا برداشتم که ناراحت بشه که چی؟ ناراحت میشه. سلام. ببخشید شما این آقا و این خانم رو میشناسین؟ این آقا رو که نه، ولی هیچ زنی توی این شهر نیست رها خانم رمال رو نشناسه. پس نشونیش رو میدونی کجا؟ همین کوچه رو که میری تا آخر سمت تراس یه درب چوبی مشخصه. ممنونم. حالا کی قراره طلسم شهر ما رو بشکن؟ به زودی. سلام. ببخشید چند لحظه. خانم شما هفته بعد سه شنبه تشریف بیارید نوبتتونه. ممنون. خواهش میکنم. خدا.
ببخشید شما این خانم رو میشناسین؟ معلومه که میشناسم، ولی اگه بخوایم ببینیدش باید از قبل وقت بگیریم. آخه من اینجا غریبم، کارم هم فوریه. تو با این قد و بالا چه قصه ای داری اومدی اینجا؟ قصه آدما به قد و قامتشون نیست، کارم شخصیه. اگه این خانوما اجازه بدن من مشکلی ندارم، میتونی بری تو. میتونم ازتون خواهش کنم که من زودتر برم داخل؟ تو همون خانمی هستی که قراره طلسم شهر ما رو بشکنه؟ نمیدونم، اینطور میگه. من حرفی ندارم. برای منم مهم نیست، عجله‌ای ندارم عزیزم. خیلی ممنونم ازتون. سلام. بشین. این ازدواج نحسه، شومه، بدیوم و بدشگونه. پس اونی که میخواست اردشیر منو قر بزنه تویی؟ دارید اشتباه میکنید. پیر کوچول خان شاه شما به زور میخواست که ما رو به عقد هم در بیاره. من برای پیدا کردن پدر و مادرم نشونه یه نفر رو ازش میخواستم. اونم شرط ازدواج با پسرشو گذاشت تا این نشونی رو به من بده. ولی اردشیر عاشق منه. آره میدونم، خودشم همینو بهم گفت. برای اینکه با هم عقد نکنیم از پنجره فرار کرد. دیوونه. ببین یه راه بیشتر نمونده، اینکه تو با من بیای بریم پیش پیر کوچول خان قضیه این عاشقیتون رو بهشون بگیم. قبول نمیکنه. اون مرغش یه پا داره. شاید دلش به رحم اومد، بالاخره اونم پدره. این چرا اینجوری شده؟ نمیتونم، بازش کرده بود که. شما بفرمایید بشین، الان میام پیشتون. باشه. چی کارش کردی؟ هرچند دوباره تلسمت کرده. بابا اصلا جنبه شوخی نره، یه شوخی کوچیک باش کردم. آخه الان وقت شوخیه، اونم با همچین آدمی؟ نه میدونم الان وقت شوخی نیست. سلام. پسرم کجاست؟ متاسفانه پیداش نکردم. ولی به جاش دختری که عاشقشه، یعنی کسی که باعث شده پسرتون فرار کنه رو آوردم اینجا. پس رها تویی؟ بله قربان. برای چی آوردنش اینجا؟ که اگه میشه رضایت بدین. محاله. نه منظورم این نیستش که با پسر شما ازدواج کنه، اینکه اجازه بدین رها خانوم با ارژنگ ازدواج کنه. چی؟ چرا دریوری میگی؟ ما پیشونی؟ پسرتون اگه بفهمه که رها ازدواج کرده اول عصبانی میشه، بعد برای اینکه بخواد کار اینو تلافی کنه به ازدواج به من خب راضی میشه دیگه. پس بگو تو از اول واسه من نقشه داشتی، با همین دست برو عاقدو خبر کن. اطاعت میشه قربان. واسه خودتون بریدین و دوختین و من اصلا قصد ازدواج ندارم. من میخوام ادامه تحصیل بدم. من عمرن ازدواج کنم. خیلی دلت بخواد. اوه این چشم مثلا دوباره فوت میکنه. داندی چیه بلایی سرم اومد؟ چرا کوچیک شدم؟ نمیخواستم اینطوری بشه، ببخشید. با کسب اجازه از بزرگان مجلس برای بار سوم عرض میکنم دوشیزه خانم محترمه مکرمه بالغه عاقله سرکار خانم رها محمودی یکتا، آیا به بنده وکالت میدهید شما را به عقد و نکاح دائم و همیشگی آقای ارژنگ مازندرانی به صداقیه و مهریه یک جام آینه، یک جفت شمدان و تعداد 1000 سکه طلا در بیاورم؟ با اجازه بزرگترا؟ بله. مبارکه. حیف این همه خوبی که در حق تو جان. ببین چه برای سرم آوردی. منم ناراحتم ارژنگ، فکر نمی‌کردم اینجوری بشه.
بهت قول میدم تمام تلاشمو میکنم هر چی سریعتر تو رو از این مخمسه نجات بدم. ولی خودمونیم. شنیدم همه مردم شهر اینجا پول دارن، کیلو طلا دارن. رم خانومم که شغل داره، رماله، فکر کنم بعضش از اینا بهتر. خیلی مسخره. شوخی کردم و من برم به بقیه نقشم برسم. پیر کوچولخانی ارزی داشتم. بفرمایید عروس خانم آینده، بنده در خدمتم. خدمت از ماست. من شک ندارم که تا الان پسرتون خبر ازدواج به گوشش رسیده و خیلی ناراحته. باید بریم بیاریمش اینجا. من چند نفر رو فرستادم، تا شب نشده میارنش. ببخشیدا، نمیخوام تو کارتون دخالت کنم، ولی از نظر من اشتباهه. اون الان ببینه که شما مأمور فرستادین، به خاطر اون لجی که با شما داره ممکنه نیاد و بلای سر خودش بیاره. راست میگه. کسی دیگر رو بفرستید بیاردش. کیو بفرستم؟ خودم که نمیتونم برم. من میرم صحبت میکنم، راضیش میکنم بیاد. فکر میکنی به حرفای شما راضی بشه بیاد؟ نه، ولی اگه شما اجازه بدین عروس دامادم همراه خودم میبرم. وقتی ببینه که موضوع جدی و دختر مورد علاقه‌ش هم ازدواج کرده، چاره دیگه جز قبول واقعیت نداره. راست میگه. به نظر من بهتر که همینا برن دنبالش. و وقت اگر بخواین فرار کنین چی؟ برای چی فرار کنیم؟ حالا از کوچیک شدن ارجن که بگذریم، من هنوز آدرس بابا ابریشمی از شما نگرفتم. تو این شرایط پیدا کردن پدر و مادرم واسم مهم‌تره. راست میگه. کیه نشسته میگه راست میگه؟ مگه تو وزیر منی؟ وزیر امروز نیومد عروس. بفرمایید. باز کر شد. من حرفی ندارم. ولی اگر خدایی نکرده بلایی سر پسر من بیاد، با من طرفید. خیالتون راحت. بیشونی بابا یه خودی یواشت، چه خبری داری تو را میری؟ مگه نمیبینی ما کوتوله نمیتونیم پا به پات بیایم؟ کوتوله چیه؟ کوتاه قامت. خب حالا چه فرقی میکنه کوتوله یا کوتاه قامت؟ خب آره، واسه تو که یه عمر از اون بالا همه جا رو دیدی فرق نمیکنه، ولی واسه من چرا؟ اگه ناراحت شدی ببخشید. آخه ناراحتی فقط این حرفا نیست. ناراحتی اینه که شما چرا این خانم کلاهبردار رو با اسم کوچیک صدا میکنی؟ چیه؟ حسودیت شد؟ نکنه واقعا فکر کردیم ما زن و شوهر شدیم؟ واه، خیلی هم دلت بخواد. اصلا تو میدونی خواستگار من کی بود؟ کی بود؟ خواستگار من پسر شاه این شهر بود. اگه مجبور نبودم 100 سال سیاه زننده میشدم. منم مجبور شدم. ای بابا، صبر کنید ببینم. دعوا نکنید با هم. منم کلاهبردار نیستم، مجبور شدم. تو این ماجرا هر سه تا مجبور شدیم کاری بکنیم که دوست نداریم. الان اگه میخواین که خلاص شیم از این ماجرا، خب با هم دیگه متحد شیم. برای قدم اول بعد اردشیر رو پیدا کنیم، برش گردونیم پیش باباش. پیدا کنیم که چی بشه؟ تو باهاش ازدواج کنی؟ من نمیخوام باهاش ازدواج کنم، این 100 دفعه. تو واقعا نمیدونی اردشیر کجاست؟ نه، من خبری ندارم ازش. پس باید از اهالی بپرسیم. ما اینجا غریبیم، تو ازشون بپرسی کمتر جلب توجه میکنن. بیا این عکس رو نشون بده تا بدونن دنبال کی میگردی. چه زشته، چه کلاه مسخره‌ای. بیادب. بریم. واقعیت گفتم، زشته دیگه. سلام. آقا شما این آقا رو ندیدین؟ خانم شما چطور نمیشناسین این آقا رو؟ این آقا رو ندیدین؟ قدش کمی بلندتر از منه. این آقا رو نمیشناسین؟ اصلا ندیدینش؟ این آقا رو دیدین شما؟ نه ندیدم. نه والا نمیشناسم. پسرش آقا ندیدین از اینجا بچه؟ نه. آقا صاحب این عکس رو ندیدین؟ نه ندیدمش. پیداش کردی بیا موهاشو بزن. سلام. سلام. خسته نباشید. سلامت باشین. این آقایی که تو عکس رو دیدین اینجا؟ نه این خانم خوشگله شما این؟ به شما چه ربطی داره آقا؟ خوشگله. بیادب. چی گفتی؟ چی؟ انگار آب شده رفته تو زمین. هیچ کس ازش خبر نداره. فهمیدم. مگه تو رمال نیستی؟ مگه نگفتی که مردم هر مشکلی دارن یه چیزی گم میکنن میان پیش تو واسهشون فال میگیری؟ خب الانم یه فال بگیر اردشیر رو پیدا کنی. نمیشه. چرا نمیشه؟
آخه میدونین چیه؟ من تا وسایل کارم نباشه نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. خب کاری نداره، میریم وسیله های کارت هم میاریم. اصلا چرا بریم بیاریم؟ میریم محل کارت. بریم. بجون بریم. جفت در نمیاد. جوره میشه. چرا؟ نمیدونم. انگار یه چیزی اینجا کمه. حالا چیکار کنی؟ نگران نباش، پیداش میکنیم. تویی؟ اینجا چی کار میکنی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ کی گفت بیا اینجا؟ برو پشت میزت. برو. بابام همیشه میگفت رمالی و فالبینی همش کلکه. الان میفهمم که درست میگفت. یواشتر. کلک کجا بود؟ چرا از خودت حرف در میاری؟ خودم دیدم که داشتی با دختر حرف میزدی. منو ببین، فکر کردم داره ورد میخونه. خب داشتم ورد میخوندم دیگه. اگه ورد نخونم که نمیشه. ببین یه لحظه بیا بشین. ازت یه سوال میپرسم. جون هر کی دوست داری راستش بگو، جون اردشیر. خب حالا نمیخواد غیرتی شی. من همیشه دوست داشتم 2 تا چیزو بدونم. یکی این کلک شعبده بازا، یکی همین رمالی و فال و اینا که میگیرید. میشه لطفا من بگی؟ حالا خواسته یا نخواسته تو الان زن منی. تو دنیای ما دیوها هیچ زنی به شوهرش دروغ نمیگه. تو دنیای آدما هم همینطوره. بابا میگفت کسی که میتونه دروغ بگه هر کار خلاف دیگه هم ازش برمیاد. راستش حق با بابات بود. فالگیری و رمالی و پیشگویی همه اینا دروغه. همش حرفه. پس تو چجوری از همه چی خبر داری؟ من چند نفر رو استخدام کردم که از جیک و پوک مشتریام سر در بیارم. اون پرونده ها رو ببین. همشون جزئیات زندگی مردم این شهره. نقص و قوت و آرزو و خواسته و کمبودهاشونه. اینجوری اونا فکر میکنن من علم غیب دارم. چرا این کارو میکنی؟ چون اونا واسه این کار پول زیادی خرج میکنن. ببین انقدر خرس که این پیاده نره. آخه به چه قیمتی؟ دادن امید واهی به مردم؟ خب اونا دوست دارن از آینده با خبر باشن. دقیقاً منم کاری رو انجام میدم که اونا دوست دارن. منو ببین با کی ازدواج کردم. خیلی هم دلت بخواد. حالا که حقیقت رو گفتی چطوری میتونیم اردشیر رو پیدا کنی؟ به خدا من هیچ خبری از اردشیر ندارم. باور کنید. پس فکر کن شاید چیزی یا جایی به ذهنت بیاد. شما با هم دیگه جای خاصی نمیرفتین که اون دوست داشته باشه؟ اینجور که دیدمش روحیه هنری هم داشت. بها خواهش میکنم ازت، اگه جاشو میدونی بگو. اولین بارته داری منو با اسم کوچیک صدا میکنی ها؟ خب من فکر میکردم اگه با اسم کوچیک صدات کنم تو ناراحت میشی. معلومه که ناراحت نمیشم. من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، من ارژنگم تو رها. ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میونه جنگل و تاغم میکنه. این شعر از خودم بود تقدیم تو. خیلی قشنگ بود. تو شعرم میگی؟ آره کتاب شعر من به زودی میاد بیرون. خیلی عزیزم. البته این شعر شاملوه. حالا این نامزدبازیاتون رو بذاریم واسه بعد. قرار شد فکر کنی که ببینیم که اردشیر کجا رفت. قانون آبهای روان آینه های شفاف. بگو این دیگه شعر خودمه. بله. من فقط یه جا به ذهنم میرسه. میتونیم بریم اونجا؟ پس بریم. فقط قبل رفتن من این لباسا رو عوض کنم، دارم خفه میشم. باش. وای منم همینطور، خیلی گرممه. الفت جان مادر چی کار میکنی؟ همه دست درد گرفت. درد میگیره ماما، درد میگیره. نکن خوشگلم، نکن دستای خوشگلت خراب میشه. میگم این شربانوی ایکبیری رو دیدی تو اتاقش چقدر لوح تقدیر داره؟ همچین میگی لوح تقدیر؟ 4 تا دیگه ورق پا رو 2 تا حلبیه دیگه. خب من که اینقدر زرنگ و باهوشم چرا یه دونه ندارم؟ میخوای برام سر کوچه واسط بخرم؟ واقعا؟ سر کوچه میفروشن؟ بله 3 تا 100 تومن. عالیه. یه دونه میگیرم برای قهرمانی بوکس توی ایران، یه دونه برای قهرمانی خاورمیانه، یه دونه برای ارزش جایزه به خاطر قیمتش که نیست، به خاطر افتخارشه. تو دیگه ساکت شو.
با اون خواهر ایکبریت. نمیتونست جای بوکس یه ورزش ساده تر انتخاب کنه تو جایزه بگیره؟ قسم درد گرفت. اگه خواهر جونم ایکبریه پس چرا سعی داری مثل اون باشی؟ خیلی پر رو شدی اصلا. به مامان آفتم میگم تو زیر زمین زندونیت کنه. برو. عصبی میکنن منو. فکر کنم الان دیگه میتونم. الفت قوی باش. خوشگل که نیستی. حداقل قوی باش. بریم. اینجاست. بریم. اردشیر رها، تو اینجا چی کار میکنی؟ صبر کن رها، اون غریبه است. تو کی هستی؟ یعنی چی من غریبم؟ رها عزیزم، برای چی داری گریه میکنی؟ قربونت برم من. قربون ننت برو. این چه طرز حرف زدن با زن مردمه؟ زن مردم؟ این چی میگه رها؟ بله، همین که شنیدی. به لطف پدر دیکتاتور جنابالی، رها خانم الان زن منه و تو هم حق نداری اینجوری باهاش حرف بزنی. راست میگه؟ متاسفانه. شما با زندگی من چیکار کردین؟ با عمر و روزگار من چیکار کردین؟ اصلا تو کی هستی؟ تو از کجا پیدا شده؟ اومدی زندگی منو خراب کنی؟ چه کیفی میده 2 نفر به خاطر یادم دعوا کنن. تو هم دلت خوشه ها. بسته دیگه خجالت بکشید. دستت بسته دیگه خجالت بکشید. 2 تا مرد گنده افتادید به جون هم دیگه خجالت هم نمیکشید. بسته. ای بابا وایسا ببینم. زندگی منو نابود کردی. اون پدر من تو رو مجبور به اون ازدواج کرده بود. این از کجا پیدا شد اومده با اون ازدواج کرده؟ آخه این خود نامردیه. حالا نامردیه یا نازنیه هرچی که زیر سر پدر زورگوی خودته. ما اومده بودیم این شهر که فقط یه آدرس ازش بگیریم که این بلا سرمون اومده. این از من اینم از ارژنگ. چی؟ ارژنگ؟ بله. این ارژنگ دیوه؟ بله. بله، بابات منو به این روز انداخت. نه یه جور شاخ میزدم تو چشت. شاخ میزدم تو چشت. ارژنگ با تو میگم برم ازش معذرت خواهی کنم. ببخشید آقا ارژنگ، نشناختمت. خب حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که بریم پیش پیر کوچولخا ببینیم چه نقشه جدیدی واسمون داره. راه بیافتید. بیا. هیچ میدونی تا حالا باعث زیبایی چند نفر شدم؟ واقعا؟ بله، همین ماه پیشونی میبینی؟ قبلا که ماه رو پیشونیش نبود، من اون هلال ماه رو انداختم رو پیشونیش. پس تو هم مثل اردشیر هنرمندی؟ از اونم هنرمندترم. در ضمن از این به بعد جز من هیچ شخصی رو با اسم کوچیک صدا نمی‌کنی. چشم آقا ارژنگ، هرچی شما بگین. اگه روزگاری شده اباحت گذشتم رو پیدا کردم، قول میدم یه کاری کنم تو هم زیبا بشی. البته من که به اندازه کافی زیبا هستم. اون که صد البته، گفتم یعنی زیباتر بشی. جز شاه بودن شغل اصلی پدرت چیه؟
معدن داره، تو کار استخراج طلاست. اینجور که فهمیدم همه تو این شهر معدن دارن. آره اون قدیما کار کاسبی مردم به خاطر همین معدنای طلا سکه بود. تا اینکه یه روز پدرم تمام مردم شهر رو تو این میدون جمع میکنه و میگه از امروز کار کردن تو معدنای طلا ممنوعه. از بس حرص مال دنیا رو خوردیم اینجوری آب رفتیم و کوچیک شدیم. باید به فکر تفریح و خوشگذرانی باشیم. اولش مردم یکم قوقو کردن، ولی بعدش دیگه معدنا رو تعطیل کردن و رفتن. به نظر تو عجیب نیست؟ چیش عجیبه؟ اینکه قد و قامت آدم‌ها چه ربطی به ثروتشون داره؟ چی بگم، پدرم اینجوری میگفت. به نظر من که یه جای کار میلنگه. شهربانو مامان باش. آقا اردشیر یه لحظه تشریف بیارین. این خورجینا چیه؟ اینا مال معدنه. اون قدیما وقتی مردم توی معدن کار میکردن با اینا خاک طلا رو میکشیدن بیرون. چقدر خوشگله. بله چون محلیه، دستساز خانمای شهرمونه. معلومه که خانمای شهرتون هم مثل خودتون هنرمندن. ممنون. یه روزی صنایع دستی شهرمون زبان زد همه جا بود. مامان منم از این خورجینا میبافت. چقدر خوشگله. این که سوراخه. میتونم اینو برش دارم؟ بله حتما. خیلی ممنونم. آخه چه پسر با احساسیه عزیزم. ببخشید حواسم نبود. خب سلام. ما برگشتیم. سلام پدر. به خونه خودت خوش اومدی. ببینم خودش اومد یا شما آوردینش؟ چرا از خودش نمیپرسی؟ اردشیر؟ جانم بابا. جان بابا توی عزیز گلم. شاید از دست من ناراحت باشی، ولی من خیر صلاح تو رو میخوام. تو قراره برای مردم این شهر فداکاری کنی. با این کارت اسم تو تاریخ این شهر جاودانه میشه عزیزم. بله در جریانم. ببینم اردشیر، تو از ته قلبت به این وصلت راضی هستی؟ بله دختر خوبیه. مبارکه. برو لباس دامادی تو بپوش. ببینم سفره عقد رو جمع نکردید؟ نه آقا. عروس داماد آماده میشن. سفارش دادم یک دست لباس بسیار زیبا برایتون بدوزم. ممنون. چه روز خجسته ای. بریم عزیزان بریم. با کسب اجازه از بزرگان مجلس برای اولین بار عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیز خانم محترمه مکرمه بالغه عاقله سرکار خانم ماه پیشونی کیانی، آیا به بنده وکالت می دهید شما را به عقد و نکاح دائم و همیشگی آقای اردشیر خسروی به صداقیه و مهریه یک جلد کلام الله مجید ربانی، یک جام آینه، یک جفت شمعدانی و تعداد 1000 سکه طلا در بیاورم؟ ببخشید فقط تو خانواده ما رسمه که پدر دوماد قبل از بله گفتن عروس زیرلفظی میده. زیرلفظی دیگه چیه؟ چه عروس دندون گردی زیرلفظی هم میخواد. از قیافش معلوم خیلی پرروه. راست میگه خانم ماپیشونی، منم شنیدم خیلی جاها به عروس طلا و جواهرات و سکه زیرلفظی میدن. باز تو حرف زدی؟ با وجود اینکه ما هم که رسمی نداریم ولی من قبول میکنم. این گرونترین زیرلفظیه که یه پدر شوهر تا حالا به عروسش داده. همش طلاست. من فکر میکردم پادشاه این شهر خیلی پولدارتر از این حرف هست و بیشتر از اینا به عروسش بها میده. چقدر طلا راضیت میکنه؟ بگم برات تهیه کنم. اگه میشه لطفاً این خورجین رو برام پر از خاک طلا کن. بسیار خوب. من بهت قول میدم بعد عقد بهت بدم.
ببخشید جسارت میکنم ولی من نمیتونم از رسم خانوادگیمون سرپیچی کنم. اگه میشه قبل از بله گفتنم بهم بدی. بسیار خوب. هیچ کس هیچ جا نمیره. به موسیقی گوش بدین تا من برگردم. بفرمایید. چی نصیبت میشه با شکستن دلم؟ چرا هی میری و برمیگردی پیشم؟ چی نصیبت میشه وقتی که میبینی نیستی مثل عقرب وسط آتیشم؟ قرشنگ چیه؟ میگم پس چرا من بدون زیر لفظی بله رو گفتم؟ چون خوشبختانه شما از این رسما نداشتیم. ما دیوها هم از این رسما نداریم. فکر نمی‌کردم انقدر پول پرست باشی. پول پرست نیستم. دلیلشو بعداً بهت میگم. زیر لفظی میخواد. درسی بهت بدم که عبرت دیگران بشه. تبدیلت میکنم به مجسمه. میذارمت وسط میدون شهر. زیر لفظی میخواد. اینم زیر لفظی که خواسته بودی. خیلی ممنونم. فقط یه شرط که نه، یه تقاضای دیگه ای هم داشتم. چه تقاضایی؟ لطفاً ارژنگ رو تبدیل به سنگ بزرگ کنید. چون که قبل از این عاشق من بود، اجازه نمیده با پسرش رو خوش بخشم. نفهمیدم چی شد؟ من کی عاشق تو بودم؟ نه، من اجازه نمیدم هیچ کس دست به همسرم بزنه. آفرین. فکر نمی‌کردم انقدر بی‌عرضه باشه که یه آدم غریبه رو بیاری تو شهر جلوی پدرت وایس و هر کاری دلش میخواد بکنه. راست میگه. ببخشید پدر جان، منم از شما تقاضایی دارم. چی میخوای پسر جان؟ از شما میخوام رها رو همراه شوهرش تبدیل به سنگ کنید. سلامتی ما یه زمانی عاشق هم بودیم. اون اگه بخواد این دوره بر باشه ممکنه گهگاه این دل من هواشو بکنه و زندگی ما خراب بشه. بیره. راست میگه. بسیار خوب، ولی اول باید عقدشون رو باطل کنه. آخه این مسئله چه ربطی به عقدشون داره؟ دو تا سنگ که نمیتونن زن و شوهر باشن. درست. اینطوری بهتر میتونم سنگشون کنم. از جاتون تکون بکنین تبدیل جونورتون میکنم ها. به من میگن ارجنگی. اگه منو نمیشناسن بزرگتراتو بپرسین خوب منو میشناسن. با پدر من چیکار کردی بیرم؟ پدر تو نیست، جادوگر بود. نگاه کن، طلسم ارجنگم باطل شد. هیچ پادشاه یا حاکم شهری با مردم خودش دشمنی نمیکنه. فقط یه جادوگری که میتونه آدمای بیگناه تبدیل به سنگ کنه و ازشون بخواد که زاد و ولد نکنن. تو خودت یه هنرمندی، آیا حاضری که یه آدمو تبدیل به سنگ کنی؟ ما پیشونی راست میگه. یادتون نیست قبلا چه زندگی شادی تو این شهر داشتیم؟ پیر کوچولو خان مهربان بود، هوای هممونو داشت.
این دختر و این دیو ناجیه شهر ما هستن. پدر واقعی من کجاست؟ من از قصد این خورجین سوراخو بهش دادم که وقتی داره میاد رد این خاک طلا ریخته باشه ما بتونیم پیداش کنیم. اگه میخوای به جواب سوالت برسی با من بیا. بریم. همینجا میمونی تا اون خواهر خیره سرت برگرده. بابا ابریشمی مشکل گشای همه است. شهر بعدی از هر کی بپرسین میگن خونش کجا. یکی